ترفند خم شدن به عقب. همه ما این صحنه از فیلم ماتریکس رو به یاد داریم که به نظر باور نکردنی میومد. میبینین که داینامو این حقه رو به آسونی و خیلی راحت انجام میده. اون خیلی آروم به عقب خم میشه تا جایی که بدنش با زمین موازی شه. بعد پای چپش رو بالا میاره و بدون هیچ مشکلی دوباره بلند میشه. برای شما هم سواله که داینامو چطور این حقه رو با نقض جاذبه انجام میده؟ راز این ترفند اینجاست. تو کفشاییه که به طور خاصی طراحی شدن. این کفشا پاشنه‌ای دارن که با میخ و گیره به زمین قفل میشن. برای اینکه همه پاشو ساپورت کنه، پاشنه کفش به 2 تا پایه فولادی و قلاب وصل شده که وقتی بدنش با زمین موازی میشه قفل میکنه. این حالت قفل قلابا و قفل پاشنه کفش با هم ترکیبی برای تحمل وزن بدنش و تحمل جاذبه ایجاد میکنه که باعث میشه اون بتونه تعادلش رو تو حالی که به عقب خم میشه حفظ کنه. از پیج اسرار وقتی احساس کرد که توسط پای راستش متعادل شده، به همه نشون میده که تو هوا به حالت معلق در اومده و بعد به آرومی پای چپش رو بلند میکنه. قسمت جذاب اینجاست که وقتی داینامو پای چپش رو مستقیما بلند میکنه، در واقع این کار به اون کمک میکنه تا به وسیله انتقال مرکزیت جاذبه بر روی قسمت‌های پایینی پاش به تعادل برسه. تو این حقه اون سعی میکنه که شلوارش به اندازه کافی بلند باشه تا پایه‌های فولادی که به پاشنه کفشش وصلن دیده نشن. و بعد از اینکه دختر رو تحت تاثیر قرار داد، به آرومی بلند میشه. خیلی خوب. و در آخر ترفند معلق موندن با اتوبوس. در این حقه داینامو رو در حالی میبینید که کنار یه اتوبوس 2 طبقه داره پرواز میکنه. اون با این حقه صدها نفر تو خیابون رو مجذوب خودش میکنه، در حالی که فقط با تکیه دستش به اتوبوس تو هوا معلق مونده. خب اون چطوری این کار حیرت انگیز رو انجام میده؟ راز این کار اینجاست. وقتی که فیلمو نگه می‌دارید متوجه میشید که دست راستش که به اتوبوس تکیه داده اصلاً تکون نمیخوره، حتی نمیلرزه و در حد خیلی کم هم خم نمیشه. از این میفهمیم که اون از یه دست مصنوعی استفاده میکنه که از فلز ساخته شده و در واقع دست خودش نیست. این دست مصنوعی به اتوبوس وصله و به جای دست واقعی اون نمایش داده میشه، در حالی که دست واقعیش زیر لباسش مخفی شده و به بدنش چسبیده. اون برای اینکه بتونه بدنش رو تحت کنترل در بیاره، یه لباس مخصوص پوشیده که به اون دست مصنوعی متصله و اینطوریه که تو هوا شناور و معلق مونده. برای اینکه این نمایش برای مردم واقعی تر باشه، هم پاها و هم دست چپش رو به راحتی حرکت میده. به برآمدگی جلوی تیشرتش دقت کنین. اون عمدن این تیشرت طرحدار رو پوشیده که این برآمدگی رو مخفی کنه و برای اینکه توجه افراد و تماشاچی رو از سمت دست مصنوعیش به سمت دست واقعی منحرف کنه، از تلفن همراهش استفاده میکنه. اتوبوس و راننده اتوبوس هم عادی نیستن. اونا اتوبوس و راننده اتوبوس عادی شهر نیستن. راننده اتوبوس از هر چیزی که قراره اتفاق بیفته کاملا خبر داره و همه این کارا از قبل برنامه ریزی شده. اون داینامو رو به اتوبوس وصل کرده و تو شهر میچرخه و در نهایت یه حقه تمیز فیلم برداری باعث میشه تا این توهم به وجود بیاد که داینامو اتوبوس رو رها میکنه و به آرومی به سمت زمین میاد. پیج اسرار پنهان رو دنبال کنین و اون رو به دوستان خود معرفی کنید. برای ویدیوهای جذاب بیشتر با ما همراه باشید.